حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر. فصل ششم. حکایت جوانی که می‌خواهد یاد بگیرد روی یک هدف تمرکز کند. میلیونر گفت هر سوالی که به ذهنت خطور می‌کند بپرس. خوشحال می‌شوم با آنها جواب بدهم. چندی بعد قادر به این کار نخواهی بود. زمانی که با هم می‌گذرانیم محدود است. پس وقت را با سوالات بیهوده تلف نکن. این هم قلم. آیا صفحه کاغذ را همراه داری؟ مرد جوان گفت اینجاست. دولتمند گفت آیا واقعا میخواهی ثروتمند شوی؟ مرد جوان گفت مطمئناً میخواهم. دولتمند گفت بسیار خوب. رقم پولی را که میخواهی و اینکه چقدر به خودت فرصت میدهی تا آن را به دست آوری بنویس. مرد جوان گفت آیا فکر میکنی با نوشتن این ارقام روی کاغذ از آسمان پول بر سرم میبارد؟ میلیونر گفت بله، به تو هشدار دادم که این راه ساده است. تمام میلیونرهایی که قبلا ملاقات کردم به من گفتند به محض آنکه رقمی نوشتند و مهلتی برای کسب آن تعیین کردند دولتمند شدند. اگر ندانی به کجا میروی احتمالاً به جایی هم نمیرسی. مرد جوان گفت به نظرم سحر و جادو میآید. دولتمند گفت اما دقیقاً همین است که هست. جادوی هدفی که مقدار آن مشخص شده و کمیت یافته است. بیا از زاویه متفاوتی به موضوع نگاه کنیم. فرض کنیم که سعی می‌کنی شغلی پیدا کنی. همه گام‌های لازم را برداشته‌ای و بالاخره به مصاحبه دعوت شده‌ای. چندی نمی‌گذرد که به شما گفته می‌شود جداً پذیرفته شده‌ای. بعد متوجه می‌شوی که شغل را به دست آورده‌ای و پول فراوانی گیرت می‌آید. چه عکس‌العملی نشان می‌دهی؟ برای شروع واقعاً خوشحال می‌شوی. از بین 10 نفر شاید هم 100 نفر پذیرفته شده‌ای. عجب شاهکاری. و از آنجایی که مثلا 3 ماه بیکار بوده‌ای فکر می‌کنی چه بیکاری خوشیومنی. اما همین که شادی اولیه تو پایان می‌یابد عکس‌العمل بعدی تو چیست؟ مرد جوان گفت خب می‌خواهم بدانم کارم از کی شروع می‌شود. بعد دوست دارم معنای دقیق پول فراوان را بدانم. چون همه چیز نسبی است. می‌کوشم میزان دقیق حقوق و دیگر مزایای شغلیم را بفهمم. دولتمند گفت بسیار خوب. اگر از رئیس جدیدت بپرسی منظورش از پول فراوان چیست و تنها چیزی که او بگوید این باشد که پول فراوانی گیرت میآید راضی نخواهی شد. راضی میشوی؟ حالا از این هم بدتر. شاید به صداقت و درستی او هم شک کنی. این حقیقت که او نپذیرفته رقم معینی به زبان بیاورد احتمالاً بدان معناست که کاسه ای زیر نیم کاسه است و چه بسا حقوقت هم آنچنان مکفی نباشد. و اگر او نپذیرد که تاریخ دقیق شروع کارت را به تو بگوید واقعا شک میکنی، مگر نه؟ سعی میکنی او را به حرف بیاوری. مرد جوان موافقت کرد. تصور میکنم همینطور باشد. دولتمند گفت حالا اگر خیلی اصرار کنی و جزئیاتی را که میخواهی به دست نیاوری شاید بلند شوی و در جایی دیگر دنبال کار بگردی. در حقیقت شما حق داری این کار را بکنی. مرد جوان گفت حق با شماست. پیشنهاد کاملا نامشخص است. میلیونر راضی به نظر می رسید. کمی مکث کرد. قبل از آنکه ادامه بدهد لبخندی حاکی از سر به سر گذاشتن ولی با خوشنیتی بر لبش نشست و گفت سوالی که از کارفرمای احتمالیت پرسیدی به منظور یاد گرفتن واقعیت‌های مسلم است، مگر نه؟ تنها دانستن آنکه پول کافی گیرت می‌آید کافی نبود. می‌خواستی بدانی چقدر گیرت می‌آید.
فقط دانستن اینکه شغلی گیرت آمده است راضیت نمی کرد. می خواستی تاریخ دقیق شروع کارت را نیز بدانی و مطمئناً می خواستی همه اینها به صورت کتبی باشد، چرا که قرارداد کتبی پشتوانه قول شفاهی است. کلام شفاهی گذراست، اما کلام مکتوب دائمی است. آنچه که اکثر افراد، حداقل آدم‌های ناموفق، از آن بیخبرند آن است که زندگی دقیقاً چیزی را به ما می‌دهد که از آن می‌خواهیم. بنابراین اولین کاری که باید انجام دهی آن است که دقیقاً آنچه می‌خواهی را درخواست کنی. اگر تقاضای تو مبهم باشد، چیزی را هم که به دست می‌آوری همانقدر مبهم است. اگر کم بخواهی، کم هم دریافت می‌کنی. هر درخواستی که می‌کنی باید کامل و دقیق باشد. باید مقدار و مهلت به دست آوردن آن را تعیین کنی. مردم معمولاً چه می‌کنند؟ حتی آنهایی که پول زیاد می‌خواهند همین اشتباه را می‌کنند. مقدار دقیق و مهلت به دست آوردن آن را تعیین نمی‌کنند. اگر می‌خواهی متقاعد شوی، از عده‌ای بپرس که می‌خواهند سال بعد چقدر درآمد داشته باشند. از آنها بخواه که بلافاصله جواب دهند. اگر شخص واقعاً در مسیر کامیابی باشد، اگر واقعاً بداند که کجا می‌رود و اگر اهمیت ندهد که رازش را به تو بگوید، او می‌تواند فوراً به سوال تو جواب بدهد. 9 نفر از هر 10 نفر نمی‌توانند به مغزشان فشار بیاورند و جواب این سوال ساده را بدهند. این معمول‌ترین خطاست. زندگی می‌خواهد بداند شما دقیقاً چه انتظاری از آن دارید. اگر چیزی نخواهید، چیزی هم به دست نمی‌آورید. پیرمرد گفت: حالا بیا امتحانی کنیم. به من گفتی که می‌خواهی ثروتمند شوی. جوان گفت: مطمئناً. دولتمند گفت: به من بگو که سال دیگر چقدر می‌خواهی درآمد داشته باشی. مرد جوان نتوانست جواب بدهد. او مشکلی در دنبال کردن نحوه استدلال پیرمرد نداشت. در حقیقت او با تمام وجود و صمیمانه با آن موافق بود. با این حال او ناگزیر بود اقرار کند که مثل اکثر کسانی است که می‌خواهند پولدار شوند اما نمی‌دانند چقدر می‌خواهند درآورند. او خجالت کشید. مجبور شد اعتراف کند و بگوید: نمی‌دانم، اما فکر می‌کنم متوجه یکی از اشتباهاتم، شاید اصلی ترین اشتباه هم شده باشم. دولتمند گفت: اشتباه جدی است. بیا اصلاحش کنیم. بیا و رقمی که در ذهنت داری بنویس. مرد جوان زیر لب گفت: واقعاً چیزی به ذهنم نمی‌رسد. دولتمند گفت: ولی خیلی ساده است. رقمی که دوست داری سال دیگر به دست بیاوری رو بنویس. میدانم چه کنم. چند دقیقه به تو وقت میدهم تا درباره‌اش فکر کنی. وقتی فرصت تمام شد باید رقم را بنویسی. مهلت آن را قبلا مشخص کرده ایم. از امروز تا 1 سال دیگر. پس تنها چیزی که باید درباره‌اش فکر کنی مقدار آن است. شروع کن. زمان دارد از دست می رود. همانطوری که حرف می زد لیوان طلایی ساعتی روی میز را برداشت و آن را دمر کرد. مرد جوان سریعاً در حال و هوای بازی قرار گرفت و فهمید که برای اولین بار در زندگیش باید چنین شدید تمرکز کند. انواع رقم‌ها به صورت غیرقابل کنترلی در ذهنش می‌گذشت. زمان داشت سپری می‌شد. وقتی آخرین دانه شن افتاد، هنوز رقم خاصی را تعیین نکرده بود. مرد میلیونر که چشم از لیوان ساعتی بر نداشته بود گفت: خب چه رقمی در ذهنت است؟ مرد جوان سرانجام بزرگترین رقمی را که میتوانست تصور کند به ذهن آورد و آهسته ارقام را نوشت. مرد میلیونر فریاد زد: فقط $50,000؟ این که خیلی کم است. اما خب شروع کار است. من $500,000 را ترجیح می دادم،
قبل از آنکه 1 میلیونر آنی شوی حالاها کار داریم. اما خواهی دید آنقدرها که مردم فکر میکنند خسته کننده نیست و علیرغم شغلی که انتخاب میکنی مهمترین کاری است که در زندگی انجام میدهی. نامش کار کردن با خود است.